با همسرم جنگ کردم و گفتم که گم شو، دفن شو و برو شوهر کن. آیا نکاح ما قطع شد؟ سوال میگویند. کلمه پیدا شده است حلاله میگویند بین خودشان و گویا زن خودش را به شوهر به کسی دیگر میدهد و یک روز یا دو روز و بعد باز میگرداند. آیا همین چیز واقعا در شریعت اسلام هست؟ آیا در اسلام بین قاش را چیدن ممکن است؟ یعنی ناخواست شوهر به زنش همسرش زنگ زد و به واسطه تلفن طلاق دادم گفت. آیا طلاق حقیقی است یا اینکه طلاق شمرده نمی شود به واسطه تلفن؟ کسی اگر طبق سنت طلاق دهد پشیمان نمی شود. سوال درباره نازکش آمده است. وقلیل من عبادی الشکور. به نام الله بخشاینده مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان عزیز، امروز تصمیم گرفتیم با داملا سهراب عادلیان ختم کرده دانشگاه مدینه منوره فاکولته حدیث شریف در مورد بعضی از سوالهای شما صحبت داشته باشیم. و داملا خوش آمدید میگویم شما را. واقعا سوالها از جانب تماشابینان امروزها خیلی زیاد آمده است و سوالهایی که مربوط به حیات و زندگی علل خصوص زیاد است و بیایید یک و یک باره به بعضی سوالهایی که از جانب تماشابین ها آمده رسیده است به آن پاسخ کنیم. اینجا از تماشابین ما سوال آمده است و میگویند که خواهش میکردم که زودتر جواب گویید. من با همسرم جنگ کردم و گفتم که گم شو، دفن شو و برو شوهر کن. آیا نکاح ما قطع شد؟ سوال میگویند. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. اما بعد این لفظهای کنایه هست. لفظهای طلاق دو خیل می شود. صریح یعنی صراحتاً لفظ طلاق را به زبان می گیرد و کنایه از طلاق یعنی به خانه رو، تو برای من حرام و مانند اینها کنایه از طلاق است. اینها احتمال است که طلاق می شود، احتمال است که طلاق نشود و بعض علما میگن که اگر در حالت جنجال باشد در اینجا قرینه هست که طلاق واقع می شود. لیکن اکثر علما میگویند که در اینجا نیتی شوهر به حساب گرفته میشد، به نظر گرفته می شود که چرا در نظر داشت. اگر فقط یک نوعی مثلا در بالای غضب فقط رو خانه پدرت رو، مقصد طلاق و جدایی نیو یا مدت مقصد از چشم من دور شو، همین چیزها رو در نظر داشته باشد، طلاق نمی غلطد، طلاق نمی افتد. و اگر واقعا طلاق رو نیت کرده باشد طلاق می افتد. به هر حال مسئله طلاق مسئله این نیست که یک انسان سوالش به واسطه تلفن و به واسطه این خیلی دهد و جوابش گیرد و با همین قانع شود. مسئله طلاق مسئله که باید به نزد اهل علم با همسرش می رود. یعنی شما چی مصلحت میدید به اونهایی که ان همین موضوع، چون بسیار سوالهای زیاد اومده میرسد، در آن حالتی که مثلا یک طلاق گفتند و به همسرش و حالت به اینجا آمده رسید و سوال را از مثلا مجازی به واسطه شبکه‌های اجتماعی از بعضی علما میپرسند. یعنی آیا جایز است که یک عالم، یک دانشمند مسئله را پورا و کامل ندانسته یک مصلحت دهد به انسانی که زنش را طلاق گفت؟ نه، در مسئله های شرعی بی علم گپ زدن حرام است. همسایه شرک در قرآن کریم است. و ان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا و ان تقولوا على الله ما لا تعلمون. الله تعالی میگوید که این که به الله تعالی شریک بیارید، یعنی الله تعالی شما رو نهی میکند. شریک آوردن بزرگترین گناه است و بعد شریک آوردن و همسایه قرآن کریم، همسایه در قرآن کریم یعنی همسایه شرک است. ان تقولوا علی الله
ما لا تعلمون. اینکه از نام الله تعالی بی علم گپ زنید. علل خصوص مسئله حلال و حرام. بنابراین بعضی علما گفتن که و از این هم بهترش آن است که دین خود را بر فایده دنیای کسی فروخته است. یک علمدار یا یک نامولا اگر دین خود را میفروشد وقتی که ناحق از نام شریعت چیزی که الله و رسول نگفته است اگر گوید، دین خود را سوخته است، دین خود را فروخته است به دنیای غیرش. دیگر کس بهره میبرد و این دینش میسازد. یعنی این بهتر از آن آدمی که دنیاش فروخته است یا دینش برای دنیاش فروخته است. بعضی انسان ها هستن که دین خود را برای دنیا شده میفروشن، برای منصب، برای پول و مال و دیگر چیز دین میفروشن. این آدم برای دنیای دیگر کس دین خودش فروخته است. فهمیدید؟ بنا بسیار گناه عظیم است که بی علم انسان از نام شریعت سخن کند. بنابراین کسی علم ندارد خاموش نشیند، کسی که علم دارد بیان کند. یعنی حالت‌های شده است داملا شما خودتان نیز شاهد هستید و میدونید که بسیار حالت‌های شده است که علل خصوص در تاجیکستان ما وقتی که طلاق میگویند و جدایی میافتد بین زن و شوهر، بعد از آن به نزد بعضی ملاهایی که شما حاضر نوکه گفته گذاشتید میروند و یک کلمه پیدا شده است حلاله میگویند بین خودشان و گویا زن خودش را به شوهر به کسی دیگر میدهد و یک روز یا دو روز و بعد باز میگرداند. آیا همین چیز واقعا در شریعت اسلام هست؟ البته شخصی که حلاله میکند لعنتی هست، لعنت شده هست. یعنی این به نهایت گناه کبیره است که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که الله تعالی لعنت کند حلاله کننده و حلاله کرده شده. آن آدمی که همین حلاله را اجرا میکند یا آن آدمی که زنش را برده حلاله میکند، با این حلال نمیشه. برعکس در اینجا چندین مفسده ها هست، چندین گناه ها صادر میشه. اما آن ملا که این کار رو انجام داد، وای ملا چگونه این کار رو انجام میداد؟ حال آن که قرآن خوانده است، حال آن که بعضی حدیث ها را خوانده است شاید میداد و ملا است وای حلال کرده الله تعالی را حرام کرده است یا که عکسش حرام کرده الله تعالی را حلال میکند در اینجا. یعنی با همین واسطه زن شما حلال شد میگاد. این یعنی که کسی که اگر حلال کرده الله تعالی را حرام کند یا حرام کرده الله تعالی حلال کنه او کافر میشه. حلال حرام است. کسی اگر حلال کند با این اعتقاد که این حلال است کافر میشه. یعنی کوتاه اگر هم نمیگفتید که خودش هم حلال گفته، یعنی آنها چرا منظورشان چی است؟ یعنی که چگونه صورت میگیرد؟ حیله هست. گویا برای آنکه کسی که زنش را 3 طلاق دهد برای شوهرش وای دیگه حرام است، مگر اگر یا مراتب دیگر شوهر کند و از اون شوهرش هم جدا شود، در این حالت گرفته میتواند. این اگر بی ساختکاری باشد. مثلا یک انسان زنش را طلاق داد، بعد اینکه طلاق داد زن عده میشیند. عده یعنی 3 مراتب تا بیماری ماهانه شدنش در خانهش میشیند. وقتی که پاک شد بعد شوهر میکند. یعنی تصادفاً بی ساختکاری اگر شوهر کرد 1 سال، نیم سال، 2 سال زندگی کرد و از اون شوهرش هم جدا شد تصادفی، از آن شوهرش جدا شده با عده‌ش هم برآمده باشد، این شوهر اولش میتواند رفته این خانه‌دار کند حلال و پاک است. لیکن همین ساختکاری کنن این حرام است و این حلال نمیشه. برای آنکه اینها در مدتی کم اولش اینکه موقت نکاح میکنن، مثلا 3 روز یا 1 هفته گفته نکاح میکنن، نکاح باطل است با مقصد طلاق، با وقتش محدود است، این حرام است. بعد از اون وقتی که او طلاق میدهد با این میگیرد، یعنی حلال نمیشد. برای آنکه اون نکاح هم نکاح نبود، اینش هم تا آخری عمرش زنا میشه. بنابراین مفسدش عظیم است. الله خداش نکتون دید. و بیاید به سوالی دیگر گذاریم. اینجا یک نفر سوال دادند که آیا در اسلام بین قاش را چیدن ممکن است؟ یعنی شریعت اسلام این را اجازت میدهد؟ و اگر به همین سوال با سوالی مانند هم هست، گاهی می شود که مردان نیز این کار را میکردند، آیا به مردان نیز همین چیز جایز است؟ بین قاش یعنی یگان حدیث یگان آیت نیست که من کرده باشد.
پیامبر صلی الله علیه و سلم چیدن قاش را حرام گردانیدند. این به تغییر خلق الله تعالی می‌داره. قاش را یعنی مگر در کدام حالت ممکن است اگر قاش دراز شده به بالای چشم فرآید ممکن است همون تاری که مقصد به بالای چشم فرآمد برای انسان خلل میرساند آن را بریدن درست است. اما چیدن قاش برای زیبایی پیامبر صلی الله علیه و سلم لعنت کردند. زنها یا مردها کسی نباشد اگر قاش چیند این گناهی کبیره است. اما چیندن بین قاش بعضی انسان ها واقعا بین قاششان یعنی موی غفص دارد. از نگاه شریعت یگان آیت یگان حدیث نیست که منع کند چیندن میان بین دو قاش را. بنابراین اجازت است که اگر فاحش باشد مقصد غفص باشد برای یعنی که حالت اصلیش برای گرداندن اجازت است. یگان دلیل نیست که ما حرام گوییم. و واقعا امروز یک صحبتمان صحبت آزاد است و به همین مانند سوال دیگر از جانب یک نفر برادر آمده رسیده است. میپرسند که به قول اون جاهای گیگینی که مردها دارد امروز با طلبات زمانه یعنی معاصر مخصوص به قول پریپارات های برآمده است که میتواند تازه کند یعنی موی ها را تازه کند. سوال دادند اگر ما آن موی ها را تازه کنیم و دیگر بار نبراید اجازه اسلام شریعت اسلام این رو اجازت میدهد یا اینکه این کار را نکنیم؟ اصلا برای کندن دست موی زیر بغل شریعت امر کرده است که از سنت است که 40 روز نگذشته باید انسان کند و موی های پایان را اطراف عورت را پایان ناف را یعنی که تراشیدن شریعت امر کرده است. لیکن آن موادهای نوعی که برآمده است و آن را میرواند استفاده آن هم اجازت است. مقصود شریعت تازگی هست و مقصود شریعت روانیدن آن همین موی هست. یعنی اگر از نگاه طب به سلامتی انسان استفاده بردن این چیزها اگر ضرر نداشته باشد باکی ندارد. یعنی پریپارات های لازری در نظر دارند که دوم باره یعنی نمیبراید. این از طبیب ها میپرسند که مقصد همینه اگر استفاده برم به یگان اعضای بدنم ضرر میکند یعنی خوب موی رو میرواند لیکن به یک جای دیگر اگر ضرر میرسانیده باشد این طبی درست نیست. مقصود طب این نیست که یک جای شما رو که میخواهید درست کنید فقط همون جای رو درست کند شد. لیکن اگر به دیگر اعضای شما همین نمودی طبابت ضرر میکرده باشد علم طب همین رو منع میکنه. بنابراین این چیز در کتاب های فتاوا هست. مقصد امام نووی علماهای گذشته هم وقتی که سوال داده میشدن میگفتن که این مقصد رفته از طبیب ها پرسید میکنه. مثلا آبی دهان پرسیده شده. آبی دهان که اگر انسان خواب کرده است وقتی که خواب میکند آبی دهانش تغییر مییابد به لباسش یعنی که میرسد همین لباس نجاست شد یا نه. وقتی که پرسیده شدن گفتن که اگر این آب از معده می آمده باشد گفتن نجاست میکند اگر از دهان می آمده باشد نجاست نمیکند. اینا از طبیبا بپرس گفتن که همین آب از کجا جدا میشد. یک سوال دیگر سوالی که سوالی بالا ماننده است آمده رسیده است در باره باز همین مناسبت مرد و زن در باره طلاق. اگر ناخواست شوهر به زنش همسرش زنگ زد و به واسطه تلفن طلاق دادم گفت آیا طلاق حقیقی است یا اینکه طلاق شمرده نمیشود به واسطه تلفن؟ به واسطه تلفن واقع میشد طلاق واقع میشد. یعنی که هرچی اینکه گفته گذشته وابسته به نیتش. این طلاق که لفظ طلاق که استفاده کرد طلاق واقع میشه میافته. چی مصلحت میتید به اون جوانایی که مثلا حالت را ندانسته بسیار غضبی میشوند و امروز ما شما خودمون خوب میدانیم که واقعا یک قتل لا یموت یافتن مشکل شده است در روسیه و در هر جا کار میکنند مردم بسیار عصبی میشوند و ندانسته و ناخواسته طلاق میگویند و بعد از آن پشیمان میشن. نصیحت شما؟ بنابراین عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه گفتند که ما طلق احد لسنت فیندم. کسی اگر طبق سنت طلاق دهد پشیمان نمیشد. اگر کسی خواهد که از همسرش واقعا جدا شدنی باشد طبق سنت طلاق دهد.
طبق سنت این است که منتظر می شود روزی که زنش بیمار می شد و پاک می شود. یعنی 10 روز است 15 روز است منتظر می شود. عین حال زن در کدام حالت است تا یعنی که ماهانه نوبتیش منتظر می شود. بله. تمام اگر همین منتظر که شد طلاق نمیتید دیگر پشیمانیش بعد وقتی که اگر واقعا از همین زنک جدا شدنی باشد مثلا 15 روز 20 روز تا آمدن ماهانه فکر میکند مصلحت میکند استخاره میخواند همه کارا رو میبیند بعد از اون وقتی که پاک شد یک طلاق میده یک طلاق انا همین یک طلاق که جدا میده چه حاجتی 3 طلاق داده اگر مقصد جدا شدن بوده یک طلاق مسئله رو حل میکند بله یکی بعد 1 ماه است بعد 20 روز است بعد 1 سال است پشیمان شد یعنی نکاح میکند و میگیرد میبیارد برای آنکه 2 طلاق نداده از دوی دیگر بنابراین طبق سنت طلاق تا هیچ کس پشیمان نمیشه بله برای همین علم لازم است این چیزای وقتی که انسان زن که گرفت احکام زن و شوهری تعلیم گرفتنش فرض است خواه که طلاق دهد احکام طلاق اول تعلیم گیرد بعد طلاق دهد به علم و به علم عمل نکند باب العلم قبل القول والعمل امام بخاری گفتن که باب در این باره که اول علم ثانی قول و عمل پیش از اون که یک گپ گوید اول علم داشته باشه با عاقبت های آن و می خاطر انشالله امیدوار هستیم که تماشابینان ما از این گفته ها از این سخن ها البته یگان پند میگیرن یعنی این یک پند است و گفته شد و انشالله استفاده در زندگی و در حیات شما واقعا در اول خصوص در مسئله حیات اولیوی واقعا فایده دارد و انشالله یک سوال دیگر چون وقتی ما نیست خیلی کم باقی مانده است و اینجا درباره سبحان الله سوال درباره ناسکش آمده است داملا چی مصلحت میتید که آنهایی که ناس میکشند ناس را پرتاید سوال گفتند پرتاید دیگه و دعای بسیار میکند که ای الله برای من برای ترک ناس برای ترک همین گناه یاری ده لا حول ولا قوة الا بالله یعنی من همین کار کرده نمیتونم به یاری تو و میشود از یگان طبیب ها مصلحت پرسد کدام کارا کنم که پرتافته توانم یعنی که بهترین راهش پر از همین باز ایستادن و پشیمان شدن و عزم و اراده کردن و از الله تعالی طلب کردن دعا و نماز دعا و استغفار زیاد تا اینکه ترک کرده تواند واقعا مشکل است ترک کردنش ما در برنامه‌های قبلی گفته گذاشته بودیم و البته در خاطر داره تماشاگران گرامی درباره سیگار و درباره ناس و انشالله امیدوار هستم که در برنامه‌های آینده همین مسئله ها رو باز پورتر خواهیم کرد. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. الله تعالی امر نمیکنه مگر به آن کاری که انسان قدرت دارد. یعنی وقتی که از گناه توبه کن گفت باز است انسان قدرت دارد برای از گناه باز ایستادن اگر چی وابسته شده باشد انسان قدرتی ترک کردن رو دارد چقدر نازکش ها بودن 60 سال ناز کشیدن پرتافتن سیگارت کش ها بودن پرتافتن یعنی توانستن یعنی این میشد انشاءالله. داملا اینجا یک سوال دیگر آمده است شخصی که بی طهارت از روی قرآن نه بلکه از فکر خودش گناه ندارد که پشتم قرآن نقفیده از یادش اگر قرآن خواند گناه نیست برای آدمی که طهارت نداره فقط آدمی که اگر جنابت رسیده باشد برای او اجازت نیست اما آدمی که طهارت نداره قرآن نقفیده قرائت کردنش اجازت است. و به همین مانند سوالا انسانی که طهارت ندارد رفت و نماز را خواند و بعد از لحظه چند که الکی فرصتی نماز گذشت مثلا نماز مغرب گذشت و یادش آمد که طهارت نداشت چی باید کند؟ کدام وقتی که به خاطرش آمد طهارت کرده از نو میخونه که نماز نیست برای فراموش کردگیش گناهکار نمیشه لیکن نماز قرض باقی میماند طهارت میکند نماز رو میخونه طهارت میکند نماز رو میخواند اما وقتی نماز گذشت برای اینکه فراموش کرد الله تعالی از امت اسلام هر گناهی که فراموش خاطرانه اجرا شده است عفو کرد. الحمدلله. خب اینجا باز به همین مانند یک حالت شد که
امام پیش ایستاده نماز را گذاشت، نماز ظهر را، و وقتی نماز عصر همون جماعتی که نماز خواندند آمد، یک نفر دیگر گفت که در نماز ظهر، نماز پیشین، امامی که پیش ایستاده بود بی طهارت بود و آن امام خواسته است که شما نماز را دوباره نماز، یعنی در وقت بعد نماز عصر، علاوه وقتی عصر در آمد، نماز ظهر را اجرا کنه، چون خود امامی که پیش ایستاده بود است و بی طهارت بود است. امام خودش گفته است. بله. اگر جماعتی که مثلا 5 نفر 6 نفر همش آدم‌های شناس باشد، ممکن است که امام آنها را آگاه کند که من در نماز پیشین مثلا بی طهارت بودم، شما نماز از نو خوانید. لیکن اگر جماعتی کلام باشد نگوید نماز مردم صحیح است، نماز امام نادرست است، برای اینکه مردم طهارت داشتند و همه شرط های نماز در مردم بود. بنابراین نماز مردم درست است، نماز امام درست نیست، امام از نو طهارت کرده میخواند. حالت آنهایی که شد، آنها یعنی فکر میکنند که نمازشان درست است یا اینکه از احتیاط دوباره نماز را گذاشتند، لیکن نخوانده نمیشد، برای اینکه آنها نماز رو در وقتش با طهارت ادا کردند. یا مراتب والله اعلم. اینجا دولا میپرسند که ما هم میتوانیم در افیرهای مستقیم شما اشتراک کنیم، یعنی تماشابینان میخواهند که در افیر مستقیم شما اشتراک داشته باشند، آیا آنها میتوانند؟ بله انشالله، یا رقم های خود را گذارند یا من انشالله اگر شما آینده افیرهای مستقیم تشکیل کنید بگذار مردم اشتراک کنند. با همین به خاتمه میبخشیم برنامه امروزه رو و انشالله ما امید داریم که رسای نزدیک توانیم و دست یابیم تا که با مردم مستقیم صحبت داشته باشیم، تا که مردم بعضی سوالهایی که شاید برای آنها بسیار مشکل باشد اما برای اهل علم ساده باشد، به آن سوالهای خودشان پاسخ گرفته باشند. تشکر زیاد برای اشتراک شما در برنامه ما. الله تعالی نگهبانتان باشد. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. و اگر خود نمیدانید از اهل علم بپرسید. از این آیه چنین قاعده برمی آید که اگر انسان چیزی را از مسائل دینی نفهمد باید از عالمان ثابت قدم در علم بپرسد. تفسیر سعدی.